نظرسنجی دوستان تمایل داشتن که حرف دل طرف مقابل رو بدونن، حس کراش و حرف دلش رو میخوایم بدونیم چی هستش. انگار که از شما خوشش میاد، دوست داره با هم دیگه قرار ملاقات یا دیدار داشته باشید. یک سورپرایز انگار براتون در نظر گرفته و یک حساسیت، یک وابستگی احساسی شدید انگار نسبت به شما داره و حرف دلش میگه حتی با وجود اینکه تا جرئت نکردم بهتون بگم شما رو دوست دارم، انگار تا حالا حسش رو بروز نداده و شما در جریان حسش نیستید. میگه دقیقا تو کسی بودی که من همیشه دنبالش بودم و حرف آخر هم داره میگه هیچ کسی نمیتون روشنایی که تو به زندگی من دادی رو بیاره.